سلام بینندگان عزیز، آغاز باز یک هفته نو را برایتان خوب و بابرار میگوییم. سرخط خبرها با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز دوشنبه 15 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. ساعت به وقت دوشنبه 14 و به وقت پراگا 10 است. صبح امروز ساکنان را در تاجیکستان با هوای سرد و برفی پیشواز گرفت. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده در شبانه روز اخیر در کشور 7 حالت ترمه به قید گرفته شده است. روز 14 مارس به اطلاع این کمیته در ناحیه شوغنان، روشان و اشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان ترمه به عمل آمد که در نتیجه راههای ماشین در سمت خاروق اشکاشم، خاروق مرغاب، خاروق کولاب دوشنبه موقتا بسته شدند. در همین حال راهی وحدت لخش سرتاش که تا به قرقیزستان میرسد با اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده در اینجا نیز ترمه به عمل آمده است. گفته می شود ترمه خیلی بزرگ بود، 100 متر پهنایی و 4 متر بلندی داشته است. مقامات حالا هم به برطرف کردن این ترمه مشغولند. تلفات جانی به قید گرفتن نشده است، ولی کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید خوف ترمه و بلندشوی سطح آب در رودخانه ها باقی میماند و از ساکنان خواسته است بدون ضرورت به سفر نبرایند و از چرانیدن چاروا و جمع آوری هیزم در این روزها خودداری ورزند. در راه دوشنبه چناق نیز 3 ترمه راه را بست. روایی همه گونه ماشین ها در این مسیر دوام روز یکشنبه بند بود و پایان روز شرکت ایرس که مسئول نگاه و بین و پلچینی از این راه است اعلان کرد که راه باز شد. اما خبر آخرین از این مسیر این است که در کیلومتر 71 ماشین گازکشان به صدمه دچار شده دوباره راه را بست است. حالا نجات بخشان به برطرف کردن عاقبت های این صدمه مشغولند. یک عده ممالک عالم استفاده واکسن استرازنکا را که بر ضد بیماری کووید 19 استفاده می شود قطع کردند. روز 14 مارس هلند اعلان کرد که موقتا استفاده واکسن استرازنکا را باز می دارد. پیش از آن ایرلندیا، دانیا، نروژ، بلغارستان و تایلند هم با اشاره به خوفی با وجود آمدن لخته خونی در تن افراد استفاده برنده واکسن تا اثبات بعدی امگذارانی را قطع کردند. در همین حال مأموریت شرکت استرازنکا میگوید یگان شهادت نیست که واکسن آنها باعث با وجود آمدن لخته خون و یا دیگر بیماری جدی شود. حکومت هلند میگوید تا 29 مارس استفاده استرازنکا را همچون یک چاره پیشگیری بازداشت. ضمناً هفته گذشته تاجیکستان نیز در دایره برنامه کوواکس سازمان جهانی تندرستی 192,000 وایه واکسن استرازنکا را که در هندوستان تولید شده است دسترس است. قرار است تاجیکستان در دایره این برنامه 700,000 دانه واکسن را رایگان دسترس کند. در حالی که مقامات چند کشور به خطر این واکسن را زیر شبهه می‌گذارند، مقامات تاجیک در این زمینه هنوز واکنشی نکردند. حکومت تاجیکستان برنامه اصلاحات نظامی زندان‌های تاجیکستان را تا سال 2025 تصدیق کرده است. موافق این برنامه از جمله خریداری و نصب دوربین و یا کامراهای مشاهده‌ای در همه زندان‌ها پیش بینی شده است. در جدول اصلاحاتی که حکومت تصدیق کرد و روز 15 مارس دسترسی رادیو آزادی شد گفته می شود با نصب دوربین‌های نظارتی اینچنین نقطه متمرکز نظارت رفتار محکوم شدگان در کشور تشکیل کرده می شود. همچنان در دایره برنامه اصلاحات خریداری و نصب کردن تجهیزاتی که موج تلفن موبیل و اینترنت را برهم میزند در نظر است. طبق نقشه در زندان‌ها تجهیزات تکنیکی رنگینی مشاهده‌ای GPS نصب خواهد شد که همه گونه موج موبیلی و اینترنتی فاصله‌ای را مشاهده کرده آن را محو می‌کنند. در نتیجه زندانیان از تلفن موبیل استفاده کرده نمی‌توانند. موافق قانون‌های تاجیکستان زندانیان حق استفاده از تلفن موبیل را ندارند، اما زندانیان با هر راه و واسطه آن را دسترس می‌کنند. نظام زندان‌های تاجیکستان پس از آشوب خونین زندانیان در تابستان سال 2018 در خوجند و بعداً در وحدت و مرگ محبوسان هنگام انتقال از سوخت به دوشنبه انتقادی حامیان حقوق را به بار آورده بود. مقامات همکنون یک برنامه اصلاحات را در این زمینه روی دست گرفتند. در شهر سنت پترزبورگ روسیه بر اثر یک صدمه اتومبیلی یک مهاجر 26 ساله تاجیک فوت دیده است. اداره پلیس راه سنت پترزبورگ خبر می‌دهد صدمه شام روز 13 مارس در منطقه واسیلیفسکی رخ داده است. طبق معلومات پیشکی خودروی رنج روور به ماشین تاکسی برخورده است. راننده ماشین تاکسی جوان 26 ساله از تاجیکستان گفته می شود که در جای حادثه جان داده است. مقامات از او نام نبردند.
گفته می شود راننده جوان همگی چند دقیقه قبل از صدمه مسافرش را فراورده بود. به نوشته رسانه‌های محلی، راننده رنج روور در حالت سرخوشی ماشین را اداره می کرد، اما خود او ادعا دارد که پس از صدمه برای آرام کردن خود عرق نوشید. در نواری که اداره پلیس نشر کرده است دیده می شود که کارمندان پلیس به دست راننده زولانه انداخته او را به ماشین سوار کردند. فعلا تفتیشات این حادثه ناخوش از جانب پلیس ادامه دارد. ازبکستان و قرقیزستان بر سر ناحیه سوخی تاجیک نشین ازبکستان و دهه مورد بحثی اونگرتاو به توافق رسیدند. قرقیزستان گفته است که آماده است راه را برای مسیرهای نقلیاتی و خط سیر هوایی به سوخ باز کند. جانب ازبکستان میگوید آماده است دهه اونگرتاو را که سالیان زیاد موضوع بحثی میان مردم نقطه‌های مرزی این دو کشور می شود به قرقیزستان بدهد. در این باره رسانه‌های قرقیزی از قول سخنگوی رئیس جمهوری قرقیزستان گالینا بایترک نوشتند. به نوشته رسانه‌های قرقیزی، باشندگان ناحیه سوخ من بعد می‌توانند آزادانه مرز دولتی را عبور کنند. به گفته بایترک، این یکی از توافقات حاصل شده در پی نخستین سفر دولتی دیروزه صادر جباروف رئیس جمهوری نو قرقیزستان به ازبکستان بوده است. 11 مارس شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان پس از دیدار با صادر جباروف در بریفینگ بر روزنامه‌نگاران گفت که این دو کشور به توافق رسیدند که علامتگذاری مرز دولتی را تا 3 ماه دیگر به آخر برسانند. ناحیه سوخی ولایت فرغانه ازبکستان یک ناحیه عمدتاً تاجیک نشین بوده در مرز ناحیه‌های قدمجو و بادکند قرقیزستان جایگیر است و 135 کیلومتر طول دارد. ازبکستان و قرقیزستان در حال از دست یافتن به توافق در حل مسائل مرزی میگویند که تاجیکستان هم با قرقیزستان قسمت‌های تقسیم و علامت گذاری نشده مرزی دارد که زود باعث سر زدن ماجرا میان ساکنان نزد مرزی می شود. امسال ماه رمضان در تاجیکستان ممکن است روزهای 13 و 14 اپریل آغاز شود، گفت رهبر شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده. و گفته وی برای معین کردن روز دقیق آغاز ماه رمضان آنها علاقه همکاری را با پژوهشگاه استرافیزیکی اکادمی علم‌های تاجیکستان شروع کردند. عادتاً این روز 29 ماه شعبان است، وقتی که ماه نو پیدا می شود. این را استرافیزیک در قلمرو جمهوری مشاهده می کند و تنها پس از آن ما سنه دقیق آن را معین کرده در مجلس عمومی اعضای شورای علما اعلان میکنیم، گفت عبدالقادرزاده. پیروان دین اسلام موافق سال شماری قمری هر سال 1 ماه از صبح از خوردن غذا و نوشیدن آب تا شام پرهیز میکنند. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر سرخطی خبرها همچنان نظری داشتیم به قربی ارز خارجی در بازار تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است، 1 دلار آمریکایی 11 سامانی و 30 درم، 1 یورو واحد پول اتحادیه اروپا 13 سامانی و 48 درم و 1000 روبل روسی 151 سامانی و 25 درم ارزش دارد. قربی خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قربی رسمی از 1 تا 3 سامانی میتواند فرق کند. بینندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر سرخطی خبرها. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی نشر می‌شود و ثبتش را هم می‌توانید آنجا ببینید.